قدم‌ها به سوی موفقیت. اولین قدم‌های موفقیت این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی. دومین این است که بتوانی موفقیت‌های دیگران را تحسین کنی. سومین این است که بتوانی موفقیت‌های دیگران را تقلید کنی. چهارمین قدم‌های موفقیت این است که بتوانی با شیوه خود موفق شوی. تو می‌توانی. خود حاضر برخیز و به نام خالقت شروع بکن. صلی الله و سلم و بارک و انعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم.